بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، تعظیم چی را میگن؟ تعظیم در لغت به معنای بزرگی و عظمت است و در اصطلاح توحید عظمت که است، این عبادت من عبادات القلبیه، یک عبادت از عبادات قلبی هست. والعظمت صفت من صفات الله، عظمت صفت از صفات الله متعال است. تعریفش خیلی چی قسم میکنه؟ میگیم افراد الله فی التعظیم، یگانگی الله هست که الله متعال در عظمت او را ذات یگانه بدانیم. لا شک، علما میگن در این شک نیست که تعظیم الله من اجل العبادات القلبیه، که بزرگترین عبادات قلبی هست و سبب از این میشه که انسان متعال دیگر عبادت های قولی و فعلی و ظاهری و باطنی را به اساس همی بکنه. وقتی که عظمت الله در قلب یک کس جای گرفت، باز دیگر عبادت های بدنی را هم انجام میده. در آیت شریف ما و شما خوانده بیم در سوره نوح علیه السلام که نوح علیه السلام بر مردم میگفت ما لکم لا ترجون لله وقارا. سعید ابن عباس رضی الله تعالی عنهما و مجاهد رحمه الله میگن که معنای ما لکم لا ترجون لله وقارا یعنی ما لکم لله لا ترجون عظمتا، چرا بر الله عظمت قائل نمیشین؟ و سعید ابن جبیر رضی الله عنه میگه که ما لکم لا تعظمون الله حق عظمته، چرا الله را با عظمتش یاد نمیکنین؟ دلایل عظمت الله متعال در قرآن و حدیث. الله متعال خالق آسمان ها و زمین است. رسول الله صلی الله علیه و سلم امی عظمت الله متعال چه قسم انجام میداد؟ صحیح مسلم یک حدیث میگه، در صحیح مسلم حدیث است که عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و نماز میخیست میگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من روی ما به طرف او ذات میکنم که خلق کننده آسمان ها و زمین است، حنیفا به پاکی، و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا من المسلمین. اللهم انت الملك لا اله الا انت، یا الله تو مالک آسمان ها و زمین هستی، نیست هیچ معبود مستحقی که ذاتش عبادت شود و قانونش اطاعت شود بغیر از تو. انت ربی، رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا عظمت الله را بیان میکنه که انت ربی و انا عبدک، تو رب ما هستی و ما بندی تو هستم یا الله. ظلمت نفسی، ما بر نفس خود ظلم کردیم، و اعترفت بذنبی، و به گناه خود هم اعتراف میکنم، فاغفر لی ذنوبی جمیعا انه لا یغفر الذنوب الا انت، یا الله گناه های مرا ببخش و گناه ها را نمیتونه ببخشه مگر تو یا الله. واهدنی لاحسن الاخلاق، و مرا هدایت کو به بهترین اخلاق. دوم الله متعال رب العالمین است. الحمد لله رب العالمین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. پس او ذاتی که رب العالمین است و او ذاتی که مالک یوم الدین است، این ذات با عظمت است. برای الله متعال چون رب العالمین هست، سومی دلیلشی است که تمام مخلوقات الله برای الله سجده میکنه، آسمان های بزرگ، زمین. الم ترى
ان الله يسجد له من في السماوات و من في الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر. سوره حج آیت 18 قاری صاحب بخونه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الم تر آیا ندیدی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله یقینا الله متعال که است یسجد له سجده میکنند برای او من فی السماوات آن مخلوقاتی که در آسمان ها هستند و من فی الارض و تمامی مخلوقاتی که در زمین هستند و الشمس و القمر آفتاب هم به الله سجده میکنه مهتاب هم به الله سجده میکنه و النجوم و ستاره ها هم به الله سجده میکنند و الجبال و کوها هم در مقابل عظمت الله به الله سجده میکنند و الشجر و درختها هم سجده میکنند و الدواب و تمامی جانورا و جنبندگان و کثیر من الناس و بسیاری از مردم و کثیر حق علیه العذاب و بسیاری مردمای دیگه هستند که سر از اونا حق شده که تعذیب شوند. و من یهن الله فما له من مکرم کسی را که الله توهین کنه و کسی را که الله ذلیل بگرداند پس هیچ کسی را عزت دادن نمیتونه. ان الله یفعل ما یشاء یقینا که الله متعال انجام میده هر چی که خواسته باشه. چهارم حتی پرنده ها وقتی پرنده ها را هم ببینین که به عظمت الله متعال قائل هستند و عظمت الله را اونا هم یاد میکنن. سعی کنین کل مخلوقات عظمت الله را بیان میکنن. در سوره نمل آیت 23 تا 26 اونجا که هست حتی همو پرنده میگه الله یسجد لله چرا این مردم سجده بره الله نمیکنن. جامدات و جمادات اینا هم به الله متعال چی میکنن؟ سجده میکنن و الله را به عظمتش یاد میکنن. و به همین قسم ارتباط تعظیم با معرفت چی هست؟ علما میگن که منزلت و تعظیم الله عزوجل تابعت للمعرفه. چرا مردم الله را به عظمت یاد میکنن؟ با اندازه معرفت الله مردم الله را به عظمت یاد میکنن. فعلى قدر المعرفه میگن به اندازه شناخت و فهمیدن و شناخت الله متعال به مو اندازه باز یکون و تعظیم الرب به مو اندازه عظمت الله را باز مردم میشناسه و در قلب انسان عظمت خالق جای میگیره. از این خاطر وظیفه علما هست، وظیفه دانشمندا هست، وظیفه مسلمانا هست که در هر مجلس مردم الله را برشان معرفی کنه. حالا متاسفانه مخلوق زیاد معرفی میشه لکن الله متعال بسیار کم معرفی میشه. در کدام مسجد مثلا روز جمعه میری که او مثلا بگه که اگر در 99 نام الله باید علما 99 خطبه داشته باشن. در هر نام الله باید چی باشه؟ خطبه باشه تا که مردم الله را بشناسن. وقتی الله را شناختن باز عظمت الله در قلب از اینا جای میگیره، باز هیچ وقتی به مخلوق رجوع نمیکنه. چرا الله متعال که هست فالله سبحانه و تعالی عظیم فی ذاته، الله متعال ذاتش با عظمت است. عظیم فی صفاته، صفات الله با عظمت است. عظیم فی ملکه و سلطانه، با عظمت است در ملک و مالکیت خود و در سلطنت خود. عظیم فی خلقه و امره، الله با عظمت است در خلق کردن مخلوقاتش. و عظیم فی دینه و تشریعه، الله با عظمت است، با عظمت خود تا شریعتی که میسازه
هیچ قانون معادل به قانون الله نیست. عدالت، سعادت، همه چیز در حکم الله است. عظیم فی علمه و کلماته، الله متعال عظیم است در کلماتش، در علم و کلامش. در سوره لقمان آیت 27 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. در اینجا الله متعال بیان میکنه که ولو ان ما فی الارض من شجره، ولو ان و اگر باشد ما فی الارض در زمین من شجرت، یعنی اگر تمام درختای زمین شما بگیرین و از این درختها چی بسازین؟ قلم ها ساخته شود. کل درختای زمین بگیرین و این قلم جور بکنین که به میلیاردها میلیارد قلم ساخته شود. والبحر یمده من بعده 7 ابحر، و این بحرها و اقیانوسهایی که در زمین هست اینا هم رنگ شوند. مداد چی را میگن؟ رنگ میگن. اینا هم رنگ از این قلم شوند. من بعده 7 ابحر، که بعد از او 7 بحر دیگه هم شوند. ما نفدت کلمات الله، یعنی ای به پایان نمیرسه کلمات الله. زبان وصف تو را آب بحر کافی نیست. این حال این میگه که وصف الله متعال اگر کل درختها را قلم بسازی و بحرها را که باز 7 بحر دیگه هم شوه، باز هم عظمت الله متعال، کلماتی که برای الله گفته میشه و سخنهای الله ایچی از به پایان نمیرسه. ذات به عظمت است. ان الله عزیز حکیم، یقینا که الله ذات عزیز غالب است و حکیم با حکمت است. الله متعال میگه که ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، امی زنده ساختن شما و میراندن تمام شما و دوباره زنده کردن شما، خلقت شما و دوباره باز از مرگ زنده ساختن شما، پیش الله چقدر میگه هست؟ الا کنفس واحده، مثل که یک انسان چی شوه؟ پیدا شوه. یعنی کل مخلوقات الله، کل شما به اندازه چیز پیش الله هیچ سختی نداره. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این انسان است که مثلا زمین از چی پیدا شده و خاک از چی پیدا شده و مرغ از چی پیدا شده و چطور پیدا شده. بسیاری کسا سر از زیاد فلسفه میگن اول تخم پیدا شد یا اول مرغ پیدا شد. این گپای هست. اول اگه تخم پیدا شده به حساب عقل بشری و تخم گنده میشه، اما تو بانی تخم خراب میشه. اگه اول مرغ پیدا شده باشه، یعنی باز ماکیان اول پیدا شد یا خراس پیدا شد، بازی ها چطور شد، بازی ها در خانه کجا رفتن. این کلش چی از گپهای هست که مردم عظمت خالق در قلبشان جای نداره. خالق متعال به خود تشبیه میکنه، در حالی که الله متعال اذا اراد شیئا ان یقول له کن یکون. این ما و شما را از خاک خلق کرده الله متعال به خاطر ازی که بر ما و شما میگه که شما مخلوقات عاجز هستین، ضعیف هستین، ناتوان هستین، زیاد غرور نکنین. اگر الله متعال نیازی به این نداره که مثلا چی است، خود انسان است که مثلا اگر یک نجار میخواد یک دروازه بسازه، او نیاز داره که برای یک درخت قطع کنه، بازور عرق کنه، بازور بیاره میخ بیاره و بازور جور بکنه. اما خالق متعال برای ساختن تمام مخلوقات، زمین هم که خلق کرد، آسمان هم خلق کرد، کلش به یک امر الله هست که کن فیکون. از این خاطر الله میگه که خلقت تمام شما و زنده کردن کل شما مثل ازی است زنده کنه یک نفر، کل مخلوقات به اندازه یک نفر. اینقدر آسان است. ان الله سمیع بصیر، الله هم مشنوه هم بصیر است. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار، این عظمت الله رسید، کلش آیات عظمت الله هست. الم تر، آیا ندیدی ان الله یولج اللیل فی النهار، این الله هست که شب در روز داخل میکنه
و یولج النهار فی اللیل، و روز در شب داخل میکنه، گاهی شب میسازه گاهی روز میسازه. و سخر الشمس و القمر، و مسخر است به الله چی؟ آفتاب و مهتاب. کل یجری الی اجل مسمى، هر کدامش یجری در جریان و در حرکت هستن. آفتاب هم در حرکت است، قمر هم در حرکت است، کلشان میرن الی اجل مسمى، تا امو وقتی که الله بر از اونا تعیین کرده که اینا حرکت بکنه. و ان الله بما تعملون خبیر، و الله متعال از آنچه که شما عمل میکنین با خبر است. ذالک، این کل دلایل به خاطر چی گفته میشه؟ به خاطر ازی بان الله هو الحق، یقینا که الله که هست او حق است، ذات یگانه هست، ذات قدرتمند است. و ان ما یدعون من دونه، و هر کسی را که اینا عبادت میکنن و طلب میکنن من دون الله، سعی کنین بغیر از الله. اگر کس ملائکه را عبادت میکنه، پیغمبر عبادت میکنه، ولی را عبادت میکنه، سنگ و چوب و بت و درخت و هر چیز، کل چیز الباطل، بغیر از الله هر که مخلوقی که عبادت شوه معبود چی است؟ باطل است. و ان الله هو العلی الکبیر، الله هست که ذات عالی مقام است و ذات بزرگ است. الم ترى، ای مخلوقات شما چرا عظمت الله را درک نمی کنین؟ الم ترى، آیا ندیدین ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله؟ شما نمیبینید یک کشتی چه قسم جریان پیدا میکنه در بحر به نعمت الله؟ از نگاه عقلی که بگی یک کشتی 100 تن وزن داره و آب بسیار چیز خرد است، بسیار ضعیف است، لکن سعی کنی همی کشتی 100 تن 200 تن در بین زمین بحر میره. این امکانات برای کی داده؟ الله، به نعمت الله، به نعمت الله هست. لیوریکم من آیاته، این کل چیز به خاطر از که الله دلایل قدرت خود برای شما نشان بده. ان فی ذلک لآیات، یقینا در تمام از اگر آفتاب ببینین، اگر مهتاب ببینین، اگر ستاره ها رو ببینین، اگر بحرها رو ببینین، اگر کشتی هایی که در حرکت هستند، اگر مخلوقات مختلف سیل کنین، باز در کل ازیا چی است؟ لآیات، دلایل قدرت الله هست. برای کی؟ لکل صبار شکور، برای هر انسانی که بسیار صبرناک است. این صبر در تفکر میگن. بعضی کسا درباره یک چیز یک دقیقه فکر نمیکنه، اما انسان هایی که صبر فکری دارن درباره مخلوقات الله خوب دقیق 1 ساعت 2 ساعت فکر میکنه که سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 بجه شب وقتی که از خواب میخیست طرف آسمان سیل میکرد. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، این آیات خوانده میرفت و به طرف مخلوقات الله تفکر میکرد. اینی رو صبار میگن. و این کسی که در تفکر و تدبر به مخلوقات الله بسیار صبر کنن، بازی را صبار میگن. باز این صبر زیاد منجر به چی میشه؟ به شکر میشه. شکر الله که برای ما نعمت ها را داد. شما یک روز پیش خود بشینین، برای یک 15 دقیقه نیم ساعت قرارم تو بشین، ببین اگه من قلب نمی داشتم چند روپا می خریدم، از کجا می کردم، در کدام شفا خانه می رفتم. یا الله شکر که برای من قلب را دادی که خوب اوریجینال، هیچ مشکل نداره. یا الله اگر من مثلا بسیاری کسا را شما سعی کنی، یک کس میگه دکتر برش میگه والا تو قلبت نرمال کار نمیکنه، یک کس دیگر دکتر میگه که والا تو مثلا میدید مایاتش کم بود شده، یک کس را ببینی مثلا دستش خشک شده، یک کس را ببینی گردهش از بین رفته. با چقدر مشکلات گرفتار است. اگه انسان نمی اعضای بدن خود یکی فکر کنه و بگویه که اگه این من نمی داشتم چه قسم زندگی میکردم، چه قسم زندگی میکردم. هم یک گلاس آب که ما می نوشیم، یکی از دوستای ما سمیال بیچاره مریض افتاده، پایپ از بینی برش تیر کردن دمیدش میره. میگم چرا؟ مگه 40 روز است که میگه پایپ است، فقط یک آنجا قرمه و ترا از طریق بینی قسمی میره داخل میدهش که زنده بانه. چرا؟ میگه اینی قسمت که است، در اینی قسمت انسان که است قدرت الله یک چیز است، همه تو اتومات کار میکنه. هوا که میره رایت میده را بند میکنه، میره کل هوا طرف چی؟ طرف شش میره.
وقتی که آب می نوشی با اجرای شش رو بند میکنه، امی آب کجا میره؟ معده میره. اگه نمی اتومات کار نکنه یا اتوماتش خراب شوه، تنفس کنی یک وقت سعی کنی شکمت بپنده. همین پخانای هوایی که هست تو شکمت به انتکالان چی شده؟ والم اتوماتم خرابه. از او را گفتم می چی مشکل داره؟ میگه کمی آب چیز را بخوره، میگه می میره طرف ششش، بازگاه سلفا میکنه سلفا میکنه. سعی کنین در هر تنفسی که میکنی باید شکر الله را بکن. هر نفسی که داخل میره، هر نفسی که بیرون میبره، در دوش باید آدم دو شکر بکنه. میگه الحمدلله. الله متعال میگه میره با یک 2 رکعت نماز صادقانه، عبادت صادقانه، شکر نعمت ها را ادا بکنه. الله متعال میگه کلش برای چی است؟ لکل صبار شکور. الله متعال عظیم فی جلاله و قهره. در سوره زمر آیت 67 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. یک 2 آیت پیشتر میریم ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک. الله متعال میگه یقینا که رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی شده به خودت و الی الذین من قبلک و به کسانی که قبل از شما بودن. چه قسم وحی شده؟ به تمام پیغمبران. سعی کنید چقدر خطرناک است. لئن اشرکت لیحبطن عملک. هم به رسول الله صلی الله علیه و وحی شده و هم به تمام پیغمبران که ای پیغمبر، تو که پیغمبر معصوم هستی، تو اگر در کدام چیز شرک بیاری، چون پیغمبران شرک نمیارن، این خطاب است برای کی؟ برای امتش، که اگر کس شرک میاره لیحبطن. یحبطو فعل مضارع هست. قرآن ما شما گفتیم که قرآن با قرآن تفسیر میشه، قرآن با حدیث رسول الله صلی الله علیه و تفسیر میشه، قرآن با اقوال صحابه تفسیر میشه، قرآن با قواعد نحوی و زبانی، زبان شناسی تفسیر میشه. اینجا تفسیر زبانی چه قسم است؟ علمای زبان شناس چی میگن؟ میگه یحبطو فعل مضارع هست، با معنای نابود شدن است. در این آیت الله متعال گفت که لئن اشرکت، نگفت که یحبطو عملک. اینجا لیحبطن نگفت. میگه ای چی معنا میده؟ میگه وقتی که یحبطو به معنای نابود شدن است، لام کس ایره لام توکید میگن در اولش آمد. ایره ما شما در فارسی حتما ترجمه میکنیم، یعنی اگر شرک آوردی حتما تمام اعمال تو چی میشه؟ نابود میشه. یک. 2. در آخر یحبطو نون آمده. این نون توکید ثقیله برش میگه، یعنی 2 تا نون است، ثقیل است. این 2 حتما دیگه شد. یعنی لئن اشرکت، اگر شما در ذات الله، در صفات الله، در افعال الله، در عبادت الله، در اطاعت از حاکمیت الله، در نامهای الله، در 6 چیز اگر کس را در یکی از هم شریک بسازین، لیحبطن عملک. چی مانا؟ حتما تمام اعمال تو چی میشه؟ از بین میره. نمازت از بین میره. شرک چقدر خطرناک است. از این خاطر شیطان یک کسی را در شرک مبتلا میکنه، اینال میگه برو یک تسبیح 1000 دانه ای بگردان. او بیچاره مصروف است، روزی 1000 2000 دفعه سبحان الله گفته میره، اما در وجودش چی است؟ شرک است. یا در ذات الله کس را شریک کرده، یا در افعال الله کس را شریک کرده، یا در عبادت الله چیز شرک آورده، نظر به مخلوق کرده، سجده به مخلوق کرده، رکوع به مخلوق کرده. پس الله متعال میگه که برای خودت و برای دیگه پیغمبرا همین قانون الله هست که انسان وقتی که شرک میاره تمام اعمال از چی میشه؟ نابود میشه. این یکی از نواقض ایمان است. و بسیاری از مسلمان ها، مثلا بعضی کسا در بین مسلمان های ما شما قدر در ذات شرک نیست،
کس نمیگه که دو خداست یا سه خداست، نمیگن اینا. اما در افعال الله زیاد شریک است. خلق کننده، بعضی کسا خانم خود خالق خود جور میکنه. برای خانم خود میگه اگر ام دفعه خانه دختر شد طلاق هستی، که داوری لورد راوڑه پا ما باندی طلاقه. ولی چون این مرد عقیده داره که خانمش خلق کننده هست، بعد سازی از بچه و دختر. اینمی شرک در افعال است. اینمی نفر با اینمی عقیده که بمره لیحبطن، همین نفر 10 دفعه حج رفته، 20 دفعه عمره رفته، لکن الله متعال میگه کل اعمال تو چی شد؟ نابود شده، از بین رفت. بعضی کسا در افعال، بعضی کسا در عبادت. این نظر به نام کی هست؟ 14 قسم نظر به نام مخلوق است. یک روز کسی کلش چیزک به من رایی کرده بود، نظر به نام فلانی، نظر به نام فلانی، نظر به نام فلانی. خب نظر عبادت است. دست دعا بلند کردن در مقابل مخلوق. هر کسی که سعی کنید در مقابل مخلوق استاد شده که او دوست الله بر ما بچه بده، او دوست الله بر ما دختر بده. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است. و در هر رکعت نماز میگه که ایاک نعبد، یا الله خاص تو را عبادت میکنیم. در نماز خود چی میگه؟ خاص تو را عبادت میکنیم. باز عملا روی خود به طرف مخلوق دور میتن. ما یک جایی گفتم برادر، ما که در زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم، روی خود طرف قبله کردم، پشتم طرف قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. وی این خب بی‌ادبی است. چرا بی‌ادبی است؟ وقتی که به گپ خود رسول الله صلی الله علیه و عمل کنی بی‌ادبی است. رسول الله صلی الله علیه و گفته دعا عبادت است. عبادت خاص برای کی هست؟ برای الله هست. پس ما وقتی که دست دعا بلند میکنم، به الله بلند بکنم و یا به قبر پیغمبر؟ بعضی کسا حتی سر پیغمبر تهمت میکنن که یعنی همین شرک که من میکنم اینو به خاطر ادب به چی میکنم؟ به پیغمبر. این خود ادب نشد، این خود شرک است. اینا لئن اشرکت لیحبطن عملک. تنها همین قدر یا الله میگه نه، تمام اعمالش خود باطل شد. ولا تکونن من الخاسرین. و حتما. چرا 3 دفعه حتما گفتم؟ به خاطر که تکونو فعل مضارع است، لام در اولش آورد به خاطر تاکید، یک حتما، 2 تا نون در آخرش آورد. این زبان عربی همی فصاحت و بلاغتش است. یک حرف یک معنای کلان داره، یک حرف یک معنای بسیار کلان میده. بعضی اوقات یک حرف از در عربی یک جمله ما و شماست. یک حرف میخوایم ترجمه کنیم، ما مجبور هستیم چی کنیم؟ یک جمله برش بگوییم، چون زبان عربی زبان فصیح است، با یک حرفش یک معنای بسیار بزرگه این چیز میکنه. بل الله فعبد، بلکه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و های هر کسی که قرآن عظیم الشان در مقابل است و توی را میخوانی، فقط الله را چی کن؟ عبادت کن. و کن من الشاکرین، از جمله شاکران باش. الله متعال میگه این مخلوقات دیگه که شرک میرن یا چی مشکل دارن یا الله؟ میگه اینا مشکلشانی است که و ما قدر الله حق قدره، یعنی قدردانی نکردن الله متعال به حق قدردانی کردن. قدردانی هر کس هم میکنه، قدردانی رئیس هم میکنه، از وزیر هم میکنه، از یک کس دیگر هم میکنه، اما الله را حقیقتا قدردانی اینا نکردن. اگر اینا قدر الله را میفهمیدن و میشناختن شرک نمی آوردن به الله شرک. از این خاطر الله متعال کل گناه ها را میبخشه. میگه اگر نفر قتل کرده باشه، زنا کرده باشه، دزدی کرده باشه، گناه های کبیره و صغیره کرده باشه، امکانش است که توبه هم نکرده باشه، ممکن است که الله به اساس رحمت خود ببخشه. لکن اگر کسی از شرک توبه نکنه و از این دنیا بره، ابدا این چی نمیشه؟ بخشیده نمیشه. خطرناکترین گناه شرک است. چرا؟ یکی ظلم در نفس است، یک کس گناه میکنه سر خود ظلم میکنه، یکی ظلم سر دیگر هاست، یک کس پیسی یک کس را میگیره سر از او ظلم کردن، یک کسی هست که ظلم در حق الله میکنه. مشرک است، دشمن الله است. زناکار که است، دشمن خود است. شرابخور دشمن خود است. اما مشرک و بدعتکار دشمن کی هست؟ الله هست.
از این خاطر الله متعال میگه اینیا قدر الله را نشناختن، حق قدره. الله چی قسم ذات است؟ میگه والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، تمام زمین در قبضه الله می باشه در روز قیامت. قبضه الله را ما با قبضه خود تشبیه نمی کنیم، شرک میشه. ما و شما مثلا در قبض خود میگیریم، این گلاس صحیح نه؟ یک کسی گلاس میگیرم تو میزنش در زمین. الله متعال نمیز زمین با این بزرگیش در قبضه الله متعال میباشه. اما قسم قبضه ای که به جلال و عظمت الله شایسته هست و این تشبیه نمی کنیم با قبضه مخلوق. و السماوات و آسمان ها چی قسم است یا الله؟ الله عظمت خدا بیان میکنه که شما پیشی مخلوقات میرین که مخلوقات هیچ چیز نیست پیش الله. تمام امی آسمان ها، 7 آسمان که هست، مطویات بیمینه، اینا هم میگه پیچانیده شده ان با یمین الله، با دست الله که دست الله یمین هست. مثلا ما و شما تشبیه نمی کنیم، لکن به خاطر که کلمات از فهمیده میشه، یک نفر کاغذ میگیره این قسم چی میکنن؟ این طی میگن. در زبان عربی چی میگن؟ هذا مطویون، یعنی ما چی کردن؟ تو داده شده. الله متعال کل می آسمان ها رو اینمی قسم مثل این کاغذ که تو میتی با عظمت و قدرت و جلال خود کلش اینم تو میته که آسمان ها پیش الله هیچ تاب و توانایی نداره. الله اکبر، الله از بزرگ است. پس ایسا سبحانه و تعالی عما یشرکون، پاک است و بسیار عالی مقام است الله از آن چیزی که اونا او چی میکنن؟ شریک میزن. این آسمان زمین، کل آسمان و زمین و تمام مخلوقات پیش الله این قیق مثل چی وارد که زمین هم تو دست چی بزنه و آسمان ها رو نمیخسه مثل کاغذ وارد چی کنه. این انسان بدبخت میخیزه به اون مخلوقای خورده که در بین زمین است یا در آسمان است. یک مخلوق بر از چی میکنه؟ بر از سر خدا خمیگه. و نفخ فی الصور، روز قیامت باز روز است که در سور پف میشه. فصائق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. میگه وقتی که نفخ شود در سور، فصائق باز میگه بیهوش میشه. کی؟ من فی السماوات و من فی الارض، تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستن، الا من شاء الله، مگر کسی که الله خواسته باشه. ثم نفخ فیه اخرى، باز مرتبه دوم باز دمیده می شود در این سور. فاذا هم قیام ینظرون، یک دفعه کلگی استاد میشن و مشاهده میکنن، میبینن. و اشرقت الارض بنور ربها، این روشن میشه زمین به نور پروردگارش. و وضع الکتاب، و کتاب هم گذاشته میشه. و جیء بالنبیین و الشهدا، و باز پیغمبرها و شهیدا آورده میشن. و قضی بینهم بالحق، در بین از اینا چی میشه؟ فیصله میشه. به چی؟ بالحق. حق چی؟ توحید. فیصله و جوال از چی میشه؟ میدان حشر فیصله توحید است اول. و هم لا یظلمون، در حق از هیچ ظلم نمیشه. و وفیت کل نفس ما عملت، برای هر انسان پاداش داده میشه به شکل کاملش به آنچه که عمل کرده. و هو اعلم بما یفعلون، و الله میدانه آنچه که اینا فعل میکنه. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، و برده میشن، کش کرده میشن، سوق داده میشن کسایی که کافر شدن به کدام طرف؟ به جهنم. زمرا، گروه گروه. حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها، وقتی که بازی ها آورده میشن، فتحت ابوابها، دروازه های دوزخ باز میشه. این ابواب گفتن دوزخ دروازه های زیاد داره. و قال لهم خزنتها، خزانه یعنی همون نگهبارا، کسایی که پیردارای دوزخ هستن، این خزانه میگن. برای چی میگه؟ الم یأتیکم رسول منکم یتلو علیکم آیات ربکم. ای انسانای بدبخت، آیا نامده بود پیش شما رسول پیغمبران منکم از خودتان، یتلون علیکم که تلاوت میکردن بالای شما آیات ربکم، آیات الله را برتان
قرآن و سنت و احکام الله را براتون بیان میکردن. و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و ینذرونکم و میترسانیدن شما را لقاء یومکم هذا، از ملاقات از این سختی ها و مشکلات ایروز. قالوا بله، باز کلشان میگه بله، چرا نه، آمده بودن. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، ثابت، ولكن حقت میگه ثابت شد کلمه عذاب بالای چی؟ با کافران. پیغمبر، کتاب، قرآن، حدیث تمام روز بر از اینا می آمد. اول خب پیشه هیچ کس حاضر نیست. امی هر دفعه که فیسبوک دواز میکنی یک دو تا مولوی خو میبرای، یک دو تا خامت میبرای که درس توحید، درس عقیده، تفسیر توحیدی قرآن، تفسیر اعتقادی قرآن. همه کسی که میبینم تو گفته میرن الا فلان کافر مسلمان شد، الا فلان امریکایی مسلمان شد، الا فلان اروپایی مسلمان شد. حالی انسان خود سعی کنه که مثلا که او امریکایی در امریکا کتاب الله را میخونه مسلمان میشه، او فرانسوی در فرانسه مسلمان میشه، مسجد سرش قلف میکنه میره در روی سرک قرار جماعت خدا میکنه. خیلی ما هم بیم یک دفعه مراجعه کنیم بسرسی یا دیگه چی هستن، یا تمام روز دیگه چی فکایی بگوین، رشخندی کنن و بی‌حیایی بکنن. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، برشان گفته میشه داخل شوید در دروازه های دوزخ، خالدین فیها، همیشه ذلیل میشن. اول که برشان ملائکه پرسان میکنه که نامده بود کس پیش شما، چرا شما قبل عقل شدین؟ این قواریت سعی کو خدا پروفسور میگرفتی، خدا فیلسوف میگرفتی، نامده بود برات پیغمبر. یک ذلت صلاحشان خندان حق راست میگه، آمده بود سعی داخل شوید دوزخ. چه قسم؟ خالدین فیها، تو نیست که با چند روز دوزخ برین، دائمی. فبئس مثوى المتکبرین، الله میگه بسیار بس جایی کی جای انسانای متکبر. چرا؟ بسیاری کسایی که عظمت الله را، وحدانیت الله را، بزرگی الله را انکار میکنن، بر اساس چی میکنن؟ کبر میکنن، غرور است، مغرور است. این وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، و برده میشن، روان کرده میشن، سوق داده میشن کسایی که تقوا کردن. چند قسم تقوا کردن؟ 6 قسم. تقوای فکری، تقوای قلبی، قلب خدا پاک نگاه کرد از امراض قلبی، فکر خدا از فلسفه های کفری نگاه کرد، قلب خدا از اعتقادات و باورها و تصدیق های کفری، مرض های قلبی. سومش تقوای زبانی، زبان خدا از ده و دشنام، فکایی گفتن، گپای زشت، غیبت، تهمت، توهین و تحقیر دیگره از این نگاه کرد. بدن خدا از آن چیزی که ناروا هست حفظ کرد و مال خدا هم پاک نگاه کرد از چیزهایی که مردار میسازه، مال در راه غلط مصرف میشه یا عایدات از این خدا نگاه کرد و همچنان به حساب قانون شریعت هم فقط شریعت الله را. اینی مردمی که اینی 6 صفت داشتن یا چی میگن؟ با تقوا میگن. وسیق الذین اتقوا الى الجنة زمرا، ای هم گروه میرن. الحمدلله اینا هم گروه هستن، کم کم نیست، لشکرهای 40,000 و 50,000. یا به طرف کجا میرن؟ به طرف جنت. حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها، دروازه های جنت برشان باز شده. وقال لهم خزنتها، اول دادان دروازه کی کتشان ملاقات میکنه؟ خزنه هم کسایی که مسئولین جنت هستند، دادان دروازه ها میان چی میگن؟ سلام علیکم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلامتی باشه سر شما، طبتم، پاک شدین، پاک زندگی کردین، فادخلوها خالدین، آل داخل شوین بر همیشه. طبتم یعنی پاک ساختین، فکرتان پاک بود، قلبتان پاک بود، زبانتان پاک بود، بدنتان پاک بود، متوجه هستید؟ مالتان مال پاک بود و قانونتان قانون پاک بود. اگر از این 6 چیز هر کدامش چتل بود، جنت سرش حرامه. فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. تو بخوان قریصه بیدن
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله الذي و میگه جنتی ها در می وقت میگه حمد و ثنا و صفت است برای الله الذی و ذاتی که صدقنا وعده که وعدیش خدا راست کرد، یعنی وعدیش حقیقی بود. و اورثنا الارض و وارث کرد ما را زمین را، نتبوأ من الجنة حیث نشاء، ما به هر جای جنت وقتی که میریم، هر جایی که میریم الله بر ما ایده داد. فنعم اجر العاملین، پس بسیار خوب است اجر و پاداش عمل کننده ها. و ترى الملائکه، و در این روز میبینیم ملائکه الله را که به میلیون ها میلیون ملائکه حافین من حول العرش که میگردن در اطراف عرش الله، یسبحون بحمدهم، کلشان حمد و ثنا و صفت الله را میگن. بعضی کسا فکر میکنه که اگر من تسبیح نگویم، من نماز نخوانم، من عبادت نکنم، شاید کدام کمی بیاید. نه، ملائکه ها به میلیارد ها میلیارد ملائکه هست، کلش در عبادت و تسبیح الله مصروف هستند. و قضی بینهم، و فیصله میشه در بین از اینا بالحق، با عدالت توحیدی. عدالت توحیدی کدام یکیست؟ عدالت الهی است که در او بالای هیچ کس یک سر سوزن هم ظلم نمی باشه. و قیل الحمد لله رب العالمین، و گفته میشه که حمد و ثنا و صفت است برای الله که رب العالمین است. این جلال و عظمت الله هست. و در نام هایش همین قسمت در سوره روم آیت 50 اینجا هم نام های الله، فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى. نتایج عبادت تعظیم چی است؟ وقتی که عبادت تعظیم یک کس میکنه، تعظیم الله سبحانه و تعالی چی میشه؟ و تمامی اعتقادات ایمانی نفس انسان پاک میسازه. وقتی که انسان الله را به عظمت شناخت، الله را اطاعت میکنه و نفس انسان پاک میشه. دوم، تعظیم الله برای عبادت روحش میده. چه وقت انسان میتونه عبادت حقیقتا الله را عبادت بکنه که عبادتش روح داشته باشه. روح عبادت چی است؟ عظمت الله هست که در قلب کس جای گرفته باشه. عظمت الله هست که در قلب انسان جای میگیره. از این خاطر وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله پرسان شد که احسان چیست، گفت ان تعبد الله کانک تراه، اقسم الله را عبادت کنی مثل که الله را میبینی. فان لم تکن تراه، اگر تو الله را دیده نمیتونی، فانه یراک. این روح چی است؟ روح عبادت است. آثار تعظیم الله که است بر انسان هم این آثار داره که انسان بسیاری صفات عالی را برش میده. در خانواده هم عظمت بسیار تاثیر داره و در جامعه. علامت انسان‌های تعظیم کننده چیست؟ ما چه قسم بشناسیم که آیا من انسان هستم که تعظیم الله را میکنم یا نیستم؟ اینی فرمول ها را در وجودت ببین. اگه یاد وجودت موجود بود، تو یک انسان هستی که الله متعال با عظمتش میگه. اول، ان لا تجعل دونه سببا، یعنی بغیر از الله دیگر سبب و وسیله نداری. مثل کفار وار نباشی که بین خود و بین الله وسیله قرار بدی، یک کس سیو میره. مستقیما به الله رجوع بکنی، قلبت با الله مستقیم ارتباط داشته باشه. علامت دومش است که احساس نگونی که مثلا الله حق داره. ما سر الله هیچ حق نداریم. اگر کدام حقوقی را الله داده، او به اساس عظمت و بزرگی و رحمتش است. انسان ما کسیم، الله ما را خلق کرده، نعمتهای زیاد داره، ما بنده ضعیف هیچ حقی سر الله نداریم. اما بعضی حقهای را که الله متعال گفته وعده کرده، او رحمت الله است. رحمت الله است. علامت سوم چی است؟ که در حکم الله هیچ وقت منازعه و جنجال نکنی. تعظیم اللهی است که هم نعمتهای الله را هم مصیبتهای الله را به کلش تسلیم باشی. اگر نعمت داد شکر کنی و اگر سرت سختی آمد صبر بکنی. چرا؟ به خاطر که انسان مؤمنی که عظمت الله را درک میکنه هیچ وقت این نقص نمیکنه.
رسول الله صلی الله علیه و آله چی میگه؟ میگه عجبا لامر المؤمن، میگه من تعجب میکنم به کار انسان مؤمن. ان امره كله خیر، از مسلمان که از کل کارش خیر است. چه قسم؟ وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر، وقتی که برش یک خوبی برسه شکر میکنه، فکان خیر له، این برش خیر است. و این اصابته ضراء، و اگر برش برسه یک سختی، مشکل، درد، رنج، صبر میکنه، فکان خیر له، یعنی در هر حالت برش خیر است. علامت چهارمش چی است؟ یقین است. یقین داشته باشه که تمام صفات جلال و عظمت الله داره. علامت پنجمش چی است؟ یقین داشته باشه که هیچ مخلوق مستحق عظمت نیست بغیر از الله. این عظمت بزرگ. شاید بعضی مخلوقات بعضی صفات خوب داشته باشن، یک صفت خوب، دو صفت خوب، اما تمام صفات عظمت کی داره؟ الله متعال داره. دیگه از علامات انسانی چی است که و ما یعظم شعائر الله، که وقتی که الله را به عظمت شناخت، شعائر الله را هم تعظیم میکنه. دیگه از علامتش چی هست؟ الله یعترض علی شیء مما خلقه او شرعه، هیچ وقت سر آنچه که الله خلق کرده یا تشریع کرده سر از او کدام چی نکنه؟ اعتراض نکنه. بعضی کسا هست عظمت الله را نمیفهمه که این چرا شد. یکی میگه که مرا چرا انسان ساخت، دیگهش میگه مرا چرا این قسم کرد، مرا این قسم کرد. این یه پاک است، کسایی که عظمت الله را درک نکنه. و از علامت هفتمش چی است؟ که الله متعال حقیقتا تقوا بکنه، تعظیم حرمات الله را بکنه. این از علامات چی؟ از علامات چی؟ از علامات انسانی که واقعا این چی داره؟ این تقوا داره. این حال کسایی که عظمت الله را درک میکنن، باز اینا چی میکنن؟ شعائر الله را هم چی میکنن؟ تعظیم میکنن. این را تعظیم میگن در شعائر الله. تعظیم خونه گفتیم به معنای بزرگی هست. و شعائر چی را میگن؟ میگه شعائر جمع شعیره هست و شعیره به معنای علامت است. کل ما اشعر الله بتعظیمه، هر چیزی را که الله متعال عظمتش بر ما بیان کرده، دیگه او چی هست؟ او شعیره از شعائر الله است. خب شعائر الله در اصطلاح چی را میگه؟ میگه امور است که الله متعال به او امر کرده و پیش الله بزرگ است. از این خاطر الله متعال میگه و ما یعظم شعائر الله، کسی تعظیم بکنه شعائر الله را، فانها من تقوى القلوب. این هم از چی است؟ از تقوای قلبی است. سوره حج آیت 32. ارتباط تعظیم شعائر الله به عقیده. از بزرگترین عبادات قلبی چی است؟ تعظیم شعائر الله است. حکم تعظیم شعائر الله چی است؟ میگه حکم ازی چی است؟ ای از جمله عبادات قلبی و از اعمال بسیار مهم است که بالای هر مسلمان ای لازم می باشه. در قسمت تعظیم شعائر الله، مقام و منزلت تعظیم شعائر الله چی است؟ تعظیم شعائر الله اطاعت از امر الهی می باشه. چرا؟ لتؤمنوا بالله و رسوله و تعظروه و توقروه. رسول الله صلی الله علیه و آله یکی از شعائر الله است، پس توقیر نمودن و عزت دادن از این هم از شعائر الله است. شعائر الله علامت از علامت تقوا است. چرا؟ و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این تقوای چی است؟ قلبی هست. انسانی که قلبا عظمت شعائر الله را بشناسه، بازی خوب بوده، این تقوای قلبی می باشه. تعظیم شعائر الله صفت از صفات مؤمنه هست. الله متعال چی میگه؟ میگه تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله. این حفظ حدود الله کسی چی است؟ این احترام چی میشه؟ شعائر الله میشه. کسایی که شعائر الله را تعظیم نمیکنن، اونا قلبا مؤمن نیستن. رسول الله صلی الله علیه و آله یک روز منبر چی گفت؟ یا معشر من اسلم بلسانه
ولم یفد الایمان الى قلبه. ای کسایی که شما به زبان مسلمان هستین لکن به قلب ایمان ندارین، لا تؤذوا المسلمین، مؤمنا مسلمانا که شاعر الله هستن، یا را اذیت نکنین. ولا تعیروهم، اونا رو بدی نگوین. ولا تتبعوا عوراتهم، در عقب عیبهایشان نباشین. فانه من تتبع عورت اخیه المسلم تتبع الله عورته. اگر کس پشت عیبای مسلمانا میگرده، الله متعال میگه عیبای خودشه چی میکنه؟ الله برش پیدا میکنه. و من تتبع الله عورته یفضحه، و کسی که الله متعال بدیهای از او چی کرد؟ کشف کرد، این رسوا میسازیش. ولو فی جوف رحله، اگر چی بدی را دم داخل هم تا پت دم خانه خودم یک زیر خانه رفته باشه میره کده باشه، الله رسوایش میکنه. و نظر ابن عمر یوما الى البیت، میگه یک روز عبدالله ابن عمر رضی الله عنه طرف بیت الله شریف سیل کرد. فقال ما اعظمك و اعظم حرمتك، گفت چقدر الله تو را با عظمت پیدا کرده کعبه شریفه و چقدر حرمت تو را بزرگ ساخته. والمؤمن اعظم حرمتا عند الله منك، ولكن انسان مسلمان از تو کعبه کده هم این پیش الله بزرگتر و محترمتر و عظمت. این بعضی کسایی مسلمان توهین میکنه، تحقیر میکنه، دشنام میته، بدگویی میکنه. یک مؤمن موحده و پیشش بسیار عادی میشه. این هم از شاعر الله هست. میبینین اموری که در شاعر الله داخل میشه چی هست؟ در شاعر الله اسما و صفات الله هست که باید احترامشان شود. در تعظیم شاعر الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تمام نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هستند. اینا کلشان در شاعر الله هستند که به نبیین، صدیقین، شهدا، اولیاء الله، دوستای الله باید بسیار انسان تعظیم و احترام بکنه. دیگه تعظیم چی است؟ سوم تعظیم مشاعر و مواقف است. حج، مراسم حج، کعبه شریف، صفا و مروه، مزدلفه، این کل شاعر الله هستند که انسان باید به اینا چی داشته باشند؟ حجر الاسود. آل حجر الاسود یک سنگ است. عمر رضی الله عنه آمد در مقابل حجر الاسود استاد شد و برش گفت که ای سنگ، سیکو، گفت ای سنگ انک حجر لا تضر ولا تنفع، من عقیده دارم که تو یک سنگ هستی، نه ضرر رسانده میتونی نه فایده. اینو کی میگه؟ امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله تعالی عنه. لكن چون ولولا انی رأیت رسول الله یقبلک ما قبلتک، میگه من نمیدونم که رسول الله صلی الله علیه و آله بوسه میکرد، من تو را بوسه نمیگم، تو سنگ. پس میفهم تو سنگ فایده و ضرر به من رسانده نمیتونی. لکن چون شاعره از شاعر الله شدی، حالا من تو را بوسه میکنم، به تو احترام میکنم، در حالی که تو برای من هیچ چیز منفعت و ضرر رسانده نمیتونی. بیبی فاطمه الزهرا دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک وقت یک پول گرفت، پیسه را گرفت، پیسه آهنی بود. ایره پیسه می درهم است یا چی کسی، میگه چی شده بود؟ یک همه که چرک شده بود. میگه گرفتی رو پاک کرده میره. پرسانش کردن ای دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا پیسه را پاک میکنی؟ گفت میخوام صدقه بدم. صدقه میتی؟ گفت چرا پاکش میکنی؟ خب بدی به فقیر. میگه چون این پیسه را وقتی که من به فقیر میتم، این چی میشه؟ شاعره از شاعر الله میشه. این پیسه اول به ید الله متعال تعلق میگیره، باید پیسه پاک باشه. یک رپیری که در راه الله میتم به خاطر تعظیم شاعر الله اینقدر اینا احتیاط میکردن. پنجمش تعظیم حدود الله، حدود الله که از شاعر الله هست. از این خاطر علما میگن وقتی که الله یک کار را گفت که اینی کار را بکن، این شاعره از شاعر الله هست. وقتی که منت کردن لا تنظر الى صغر الخطیئه، به طرف کوچکی گناه نبین، ولکن انظر الی من عصیت، ببین که کی تو نافرمانی کردی. یک حکم از احکام الله را شکستاندن این بسیار خطرناک است، ولو بسیار کوچک باشه. از جمله شعائر الله که چی است؟ تعظیم کتاب الله هست. اجمع المسلمون علی وجوب تعظیم القرآن، که باید به قرآن عظیم شان بسیار با عظمت و با بزرگی دیده شود.
و ایره پاک و مسئول نگاه کنه. از این خاطر علما میگن که من استخف بالقرآن او بالمصحف، اگر کسی قرآن شریف میگه این چی هستی کتابک که این تو میگه این چی هست او سوپر تو این چی هست اینه میگه اگر کسی استخفاف به قرآن و به مصحف میکنه به کلام الله بی تفاوتی میکنه، این چی میگه؟ این عالم قاضی عیاض رحمت الله علیه میگه فهو کافر به اجماع المسلمین. از این خاطر کسایی که قرآن شریف سر قبران نشته میکنن بی‌احترامی قرآن است، در کفر داخل میشه. قرآن شریف در کاغذان نشته میکنن، در گردن خود میپرده تشناب برده میرن. قرآن شریف در هر جای در هر کاغذ در هر چیز نشته میکنن زیر پایا میپرتن. پس کلش به احترامی قرآن عظیم شان میشه. قرآن شریف به حرفان نشته میکنن، مثلا قرآن شریف بسم الله الرحمن الرحیم نوشته است، این میگیره بسم الله الرحمن الرحیم 786 جور میکنه، تحریف میکنه قرآن. این کلش به عزتی و به احترامی میست. هفتم تعظیم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه امام مالک رضی الله تعالی عنه، امام ابن کثیر رضی الله عنه میگه امام مالک اذا اراد ان یحدث، میگه وقتی که امام مالک میخواست یک حدیث رو برای مردم تشریح کنه چی میکرد؟ به خاطر احترام و عظمت احادیث رسول الله صلی الله علیه و تنظف، خوب خدا پاک میکرد، وضو میگرفت. اذا امام مالک رضی الله تعالی عنه وقتی که حدیث درس میداد تنظف، اول خدا نظیف و پاک میکرد، وضو میکرد. و تطیب، خوشبویی و عطر استعمال میکرد. و سرح لحیته، و خریش خدا خوب شانه میکرد، خوب جور میکرد. و لبس احسن ثيابه، بهترین لباس میپوشید. بعد از اون میامد در درس احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. هشتم تعظیم عبادات. محمد ابن اسماعیل بخاری، ابوبکر ابن منیر رحمت الله علیه میگه محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه یک روز نماز ختم کرد، برش گفتن که چی کرده؟ میگه والا دمی جانم چیز مرا اذیت میکنن. میگه دیدن که زنبور چندین جای وجود از زیر گزیده، لکن نمی نماز خدا قطع نکرد. حالا از ما شما یک نفر به خاطر یک تلفن درس قرآن قطع میکنه، حلقه را خراب میکنه، چند نفر از سرش پایش تیر میشه، شانه هایشانه. در نماز جمعه میگه اگه کس به خاطر بیادبی امی شانه های نمازخانه میگه که می یگان تونه در نماز جمعه که آمد ناوقت می باز شانه های مردم قسمی کنه میگه پیشینه، میگه هیچ ثواب برش داده نمیشه. به عزتی و به حرمتی کرد، از او که دم آخر بیشی بر ثواب داده میشه. فهمیدین؟ این نهم تعظیم اماکن مقدسه هست. تعظیم اماکن مقدسه چی است؟ اماکن مقدسه مسجد باید برش بسیار احترام و عزت بکنی. عمر رضی الله تعالی دو نفر دید که در مسجد بلند گپ میزنه، نفر روان که گفت تو اون دو نفر پیش ما بیار یا کامدن. گفت شما از کجا هستین؟ گفت ما صاحب از یمن هستیم. گفت اگر از این منطقه میبینین باز من خوب جزا میدادم تا حال میمان هستین چیز نمیگم تا قبه ادبی در مسجد قبلا بلند گپ میزنی، در مسجد گپ کل نماز مردم خراب میکنی. بعضی برادرای ما نماز که خلاص کرد باز قصه را شروع میکنه و اونجا بسیاری کسا در نماز خود تشویش پیدا میکنه. قاری صاحب سوره توبه آیت 65 بخوان. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. امام طبری رحمت الله علیه در شأن نزول آیت چی میگه؟ میگه یک تعداد صحابه امرای رسول الله صلی الله علیه و آله به غزوه حنین رفته بودند. این جوانا بسیار خطرناک آیت است، بسیار خطرناک آیت است. عمل به اساس نمی آیت روزانه به هزاران نفر کافر میشن. چرا؟ میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه از غزوه حنین دور خوردن، پس میبدن طرف مکه مکرمه.
در راه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم قافله را استاد کردن. مجاهدین گفت که فهمیج استاد باشین، بشینیم با شما میریم یک چند خط دم میگیریم. راست و رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش میگه عادت داشتن وقتی که یگان جای میشیشتن یا دم میگرفتن قرآن تلاوت میکردن، قرآن عظیمشان تلاوت میکردن. در زبان عربی هر کسی که قرآن شریف تلاوت کنه او را قارئ میگن. یکی حافظ است که حفظ میکنه قرآن، حافظ قرآن است، و یکی قاری قرآن است. ما که قرائت میکنیم قاری قرآن گفته میشه. شما که اگر یک آیت هم تلاوت میکنید قاری گفته میشه. میگه یک کسی که ایده صفکتی مسلمان ها در آمده بود، در جهاد هم رفته بود، در حنین هم رفته بود، جنگ هم تیر کرده بود، آل پس آمده، میگه آمد به دیگر ها گفتن که برای کدام صحابی دیگه میگه گفت که او مردم ها را سل میکنیم. میگه چی کدیشانه؟ ویسن که شکمایشان کتا کتا نان زیاد میخورن، در جنگ در عقب میرن. ای برش گفت که ای انسان تو منافق هستی که بر رسول الله صلی الله علیه و صحابه توهین میکنی؟ اونجا کی شیشته؟ اونجا خود رسول الله صلی الله علیه و است و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم شیشتن. کسایی که الله متعال میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، اونا را الله مؤمن گفته، الله از اونا راضی هست، تو سر از اونا مسخرگی میکنی؟ تو باش که ما برم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم امی جریان قصه را برش بگویم که تو گپ گفتی. این صحابی دیگه میگه پیش از این که این شخص بره پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و خبر بده، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه برش وقت جبریل امین علیه السلام رسید. جبریل امین آمد و به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرد که اینمی نفر به خاطر رشخندی خود کافر شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم این شخص خواست و برش امی آیت قرآن خوان. این شخص چی میگن؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینکه خبر داد، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سر شتر خود سوار بود. رسول الله صلی الله علیه و سر شتر خود سوار شدن. میگه امی نفر منافق چون خبر شد که مرا خواهی کافر شدم، من مسلمان بودم، میگه ای چی کرد؟ میگه در کمربند شتر، این سر شتر یک قسم پالان میپرتنده، در کمربند پالان شتر رسول الله صلی الله علیه و میگه خدا ویزان کرده بودم تو گرفته بود و چیغ میزد که انما كنا نخوض و نلعب. یا رسول الله صلی الله علیه و انما كنا نخوض و نلعب، ما خب مذاق میکردیم، ما خب ساتیری میکردیم. میگه و رسول الله صلی الله علیه و از بالا برش میگفت ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، شما به الله، به آیات الله، به پیغمبر الله شما استهزا میکنین، رشخندی میکنین، مسخرگی میکنین، سرزی فکایی میگین. لا تعتذروا، عذر طلب نکنین، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمانتان چی شدین؟ کافر شدین. این مسلمان بود. الله میگه بعد از ایمان داشتن تو کافر شدی. به چی کافر شدی؟ به استهزا. یکی از نواقض ایمان که ایمان انسان مشکنانه چی است؟ توهین و استهزا و بی‌ادبی در مقابل چی است؟ شعائر الله هست. فهمیدین؟ اینجا الله متعال چی میگه؟ یک آیت قبلش در 64 میگه یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره. یحذر المنافقون میگه منافقا میترسن ای که درباره از اینا یک سوره نازل شود، تنبئهم بما فی قلوبهم، باز این سوره بر از اینا خبر داده شود آنچه که در قلب هایشان است. چرا منافق است؟ در زبان یک چیز میگه، در قلب خود دیگه چیز میگه. بسیار میترسیدن که سر ما سوره بیاید و آنچه که در قلب ماست این چی شود؟ خبر داده شود به مسلمان. قل استهزئوا، برای منافقا بگو که رشخندی کنین، مذاق کنین، سر حجاب شما توهین کنین، سر قرآن شما توهین کنین، سر عالم دین شما رشخندی کنین، سر حور جنت شما رشخندی کنین. کفر میگن، سر جنت رشخندی میکنن، سر حور جنت رشخندی میکنن، سر قرآن رشخندی میکنن، سر پیغمبر، سر ریش، سر کلا، سر لنگی، سر چیزهایی که شاعر الله هست سر از رشخندی میکنن. الله متعال میگه قل استهزئوا، بگو برشان خوب رشخندی کنین، خوب مسخرگی کنین، خوب استهزا بکنین. ان الله مخرج ما تحذرون، الله بیرون میکنه او چیزی را که شما میترسین، یعنی از چیزی که شما میترسین الله شما را رسوا میکنه.
باز الله متعال میگه ولا ان سألتهم، باز اگر از این منافق پرسان بکنی که چرا این کار میکنی، تو خجالت نمیکشی، تو شرم نداری، تو با این چیز خود سر دین الله، سر پیغمبر الله، سر شعائر الله تو رشخندی میکنی؟ باز دلیلشان چی است؟ لا یقولون انما كنا نخوض و نلعب. باز دلیل منافقای بیدینی که کافر شدن، باز یا حتما چی میگن؟ انما كنا نخوض و نلعب، والله ما خامت یک مسخرگی خوشطبعی میکردیم و نلعب و ساتیری میکردیم. یگان تاج باز میگه ما در نقش بازی میکردم به مسخرگی، میره پیش بت سجده میکنه، در نقش کافر میشه. حالا سریالا بسیار مردم ها کافر میشه. چرا؟ برایش نقش یک مشرک میته، بازی میره گپای مشرکانه میزنه، گپای کفری میزنه. بعضی کسا در موبایل است، مثلا در موبایل کسی یک گپ کفری رو میزنه، بازی جانب مقابل رو چی میکنه؟ لایک میکنه. لایک چی معنی؟ یعنی ما مثل تو هستم. دینیم یک لایک خودی کافر میشه. یک لایک خود یک کسی کافر میشه. چرا مثلا تو یک چیز داری نه؟ یک لایک بهش یک کس بسیاری کس میگن لایک چیست؟ این یک کلکک زدی. نه این کلکک بسیار خطرناک است. یک کس منشته میکنه که یک لایک قرضدار هستی، تو میگه تو میگم کلک تابان اینجا نه، انگشت تابان. صحیح نه؟ ام یک انگشت که موندی دیگه روز ملکه میبره محکمه یک لایک پس پیشت میگیره. حالا فعلا که وقت بایومتریک میشه همین انگشتا رو میگیره، میگه بانی دو انگشتکت تو که از همین انگشتک چقدر لایک کرده رفتی؟ یک دفعه ببینی که 100 دفعه کافر شده، 100 لایک کفری. حالا خود شبکه هاست، حالا خود جنگ است، جنگ فکری است. در جنگ فکری چی میکنه؟ بسیاری کسا به نام مسلمان ها در بین مسلمان ها تخریب میکنه. خوب خدا مسلمان میگیره قرآن شریف میگه که او مسلمان ها این آیت قرآن که من میخوانم گوشت خوک و حرام نیست، بس گوشت خوک حلال است. از گوسفند که در خوک نگاه کنین. یک نفر است، یک مولوی امریکایی در تلویزیون امریکا شیشته، یک مولوی از چپ تراش گوشت خوک میگه برای مسلمان ها. کسی مولای دیگه کس شما را چی کرده؟ غلط کرده، 14 قرن شما را بازی دادن. گوسفند که نگاه کنی، بز نگاه کنی سال 1 تا چوچه میته، خوک نگاه کنی که 14 تا چوچه میته. گوشت شما تو خوب چرب است، هم برگر هم خوک میگن، خوک برگری خوک، فهمیدینه؟ اینه میگه ایرشی که پورک برگر پورک، اوه یام چی است؟ یام خوک است. باز برای رانش دیگه نامک مانده برشان بگی دیگه گوشت خوک نیست، میگه نه چی است؟ این چی خوک است؟ این حال چی است؟ این حال دشمنای اسلام بسیاری وقتا فیسبوک ها رو جور میکنه، بسیار نامک خوبش هم دایش مانده، ولی سهلش کنی قرآن در دست خود گرفته و تفسیر میکنه، او دیگه شروع میکنه خوک چی میکنه؟ میگه گوشت خوک حلال است، قرآن غلط ترجمه میکنه. این حال باز چند نفر باز زیر سهل میکنی که 300 نفر لایک دادن، یعنی 300 نفر کافر شد. چرا وقتی کسی که گوشت خوک را که الله حرام کرده او حلال بگویه و تو هم بگوی لایک، این کلکک تنجه زدی. یا الله ما منافقا را چی قسم بشناسیم؟ الله متعال میگه که این منافقا اگر از پیشان سوال کنی که تو چرا مسخرگی میکنی، چرا سر ریش رشخندی میکنی، چرا سر حجاب رشخندی میکنی، چرا سر عالم دین رشخندی میکنی، چرا سر حافظ قرآن رشخندی میکنی، چرا سر مدارس دینی رشخندی میکنی، چرا سر مسجد که جای عبادت الله هست رشخندی میکنی؟ اینا را کلش مراکز تروریسم میگی، مراکز وحشت و دهشت میگی. و تو چرا میکنی تو منافق؟ الله متعال بازی چی میگه؟ میگه که این کافرها چی میگن؟ بازی ها میگه که انما كنا نخوض و نلعب، ما خو یک ذره شوخ طبیعت هستیم، مذاقیستیم. این کافرای مذاقی میگن، فهمیدی؟ انما كنا نخوض و نلعب. الله متعال برشان میگه قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از این مردمایی که در کفریات مذاق میکنن سر شعائر ما مردم گفتیم ریشبان، ایدیش امر الله هست. این حجابه که دخترای مسلمان میپوشن این لباس رحمت الله هست، تحفه الله برای دخترای با ایمان هست، برای زنای مسلمان هست. این مسجد خانه عبادت الله هست،
این مدرسه جای تعلیم کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این عالم و مولوی و حافظ قرآن کسایی هستند که اینا مردم به طرف دین الله دعوت میکنن. تو که سر از اینا رشخند میکنه بگو برشان که ابالله، آیا شما سر الله و آیاته و آیات الله که شاعر الله هست، سر پیغمبر الله، سر اصحاب رسول الله، سر ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم، سر ریشی که سنت الله هست. علما میگن که ریش فرض است، سنت هم نیست. چرا که رسول الله صلی الله علیه و امر کرده و امر دلالت به وجوب میکنه و الله میگه اطیع الله و اطیع الرسول و ما آتاکم الرسول فخذوه. پس این وقتی که پیغمبر امر کرد در تشریع، ای چی هست؟ ای فرض است، واجب است. تو سر فرض الله، سر واجب الله، سر ازی تو اشخندی و مسخرگی میکنی. ابالله و آیاته و رسولی کنتم، بودین شما تستهزئون، اشخندی میکردین. لا تعتذروا، برشان بگو که عذر مزر حال نکنین. خیلی چیست یا الله جزایشان؟ برشان بگو این قد کفرتم بعد ایمانکم. برشان عذر مزر طلب نکنین، برشان بگو شما کافر شدین، شما بعد از ایمانتان کافر شدین. اگه بگه ما مسلمان هستم کلمه میخوانم، امی کمونیستا را چرا مردم میفتن کافر است، کارمل کافر است، نجیب کافر است، این کافر است، این کافر است. این کافرها امیال اگه شما سالشان کنین، امو وقت هم سر شعائر الله تمسخر میکردن، امو وقت هم ملا را ملاگک میگفتن، قاری را قاریگک میگفتن، قرآن شریف زیر پای خود منداختن و عالم دین و کسی که درس تفسیر میداد رشخندی میکرد. امیال هم امو کافرایی که از زمان کمونیستا مانده و یا کسایی که پیروانشان هستند، در حزبایشان هستند، امیال هم گپایشان بشنم، در نیم ساعت گپش میبینی که یک 20 مرتبه به شعائر الله چی میکنن؟ رشخندی میکنن. تو که یک دو تا ریش هم داشته باشی، این خاکش بپذیر، اوه این ابن لادن شدی، الا تروریست شدی، الا فاندامنتالیست شدی، الا اکستریمیست شدی. این کلش کلمات کفری هست. والله اگر یک انسان مسلمان برای مسلمان های دیگه امی کلمات استعمال میکنه، امی کفر بسش است که تو یک مسلمان که ریش داره بازره میگه این افراطی است. ما یک اسلام معتدل کار داریم، اسلام خودش معتدل است. در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام شریعت الله تطبیق میشد و الله متعال گفت کنتم امتا وسطا، شما امت وسط هستین. امی شریعت الله را 100% تطبیق بکنی، بازم این امت چی هست؟ وسط هست. آلی چی میگن؟ میگن نه، وسطی است که یک کمک از کلیش قیچی کرده باشه، یک کمک از این بیخش قیچی کرده باشه. جهاد خو قیچی شدور باند تاق بلند، دعوت ها میامو طرف بانشه، خوبم حجاب خانم جان دامن قطع کو که وسطیت پیدا کنی. خدا که ریش خدا رفت در ریش خور پاک اینجا شکل شکل میبینی، ها ریش خوران، این چی شد؟ وسطیت شد. این وسطیت نیست. اینا را بگو که لا تعتذروا، عذر نکنین. شما که ریشکلی و بی حیایی و بی حجابی را ترجیح میتین نسبت به شاعر الله و سر ریشدارش خند میزنین و را میگین که تو چی هستی؟ بنیادگرا هستی، تو افراطی هستی، ما متوسط هستیم، شما متوسطین. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. یک کسی که بازی کارا میکنه با سر مسلمان دیگه چی میکنه؟ رشخندی میکنه. قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفه منکم، اگر ما عفو کنیم یک طایفه از شما را که اونا باز توبه بکنن، رجوع بکنن و بخیزن معلن بر مردم که من غلط کردم، اشتباه کردم، نمیفهمیدم، پس به بارگاه الله سجده کنه، باز این چی است؟ این باز عفو الله، در الله رحمان رحیم است. به شرط کس توبه بکنه. نعذب طائفه، لکن طایفه دیگه که توبه نمیکنن، رجوع نمیکنن، آل پاش در لب گور است، هنوز هم کفر میگه. بعضی کسا 40 سال پیش کافر بود، تا این میاله هم که ببینیش کتش بشینی، بچه خدا میگه که هیچ لودا چرا مسجد میری؟ چرا درس قرآن میری؟ دختر خودم مانع میشه. چرا نرو که افراطیستن، اونا تروریست هستن، اونا اکستریمیست هستن، اونا فاندامنتالیست هستن. این گپا و اصطلاحات دینی رو سرشانه منه. الله متعال میگه نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمین. یا پیش الله چی هستن؟ مجرم هستن. اینی هست
علت چی است؟ فکایگویی و مسخره کردی بالای چی؟ بالای الله و کتاب الله و آیات الله. الله متعال بر ما و شما میگه که والا سبیا خوب ازبا دارن، باز یکی دیگه خدا بسیار خوش دارن، بازم یکیش که بیانیه میته دگاهش باز رو خوب تایید میکنه، مثلا فلانی کافری را که شما کافر میگین و خوب بسیار چی داره؟ لایکیا داره، زیادی رو لایک میکنن. الله متعال میگه که المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد، مردهای منافق و زنهای منافق بعضشان چی هستن؟ دوستای دیگه خود هستن. او دیگه که یارو تایید میکنه خب هم کافر است دیگه، او کجا مسلمان است؟ هم خب کافر هستن. یأمرون بالمنکر، صفتشان چی است که مردم به چی دعوت میکنن؟ به منکر. منکر چیز؟ به حجابی. آزادی زن است، زنها باید حجابا را وسو کنن، این چادرها را وسو کنن، این نکنن. این الله میگه یا به چی میکنن؟ امر میکنن به منکر. الا جوانا شراب بخورین، الا جوانا آزاد هستین زنا بکنین، الا جوانا گناه کنین، الا جوانا بخیزین. بسیاریشان در مجلس هم یک جوان خجالت میکشه، کتان آدم از دستش کش کرده، تو بخی یک برقص، تو بخی یک اتن پرتو، بازور صاحب عکاسی میکنه. الله متعال میگه ای عادت منافقا هستن. ظاهرا خدا مسلمان میگه لکن عادتشان چی است؟ یأمرون بالمنکر، مردم به منکرات امر میکنن، و ینهون عن المعروف، از چی منع میکنن؟ از نیک. کلکوتی شده، اسکو حجاب ده، چی میکنی؟ مسجد میری، چی میکنی؟ دست میری، این کل چی است؟ و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، خودشان خود دستای خود گرفتن، خودش خود هیچ وقت نه در عبادت نه در طاعت نه هیچ، کپ شده، ذلیل، رنگش زرد میزنه. کافرای زرد، کافرای همونطور قوقمارک، با وجه از این کسایشون کافر است. نسوا الله فنسیهم، اینا فراموش کردن الله، الله هم اینا را ترک کرد. ما نشان هدایت بهترین نعمت الله هست. الله نعمت خدا به هر کس نمیده، بر انسان زشت و بد اخلاق و بیدین تو. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین چی هستن؟ فاسقا هستن. خب یا چی؟ الله برشان چی میتی منافقا را؟ میگه بر از این منافقا بگوین که باز نگوید که والا ما نمیفهمیدیم، ما جاهل بودیم. امی درسان خود گوش میگیرن، بسیاریش هم تو گوش میگیرن. برشان میگیم که منافقای مذکر مؤنث فکرتان باشه که وعد الله، وعده داد الله متعال المنافقین، مردهای منافق را، والمنافقات و زنهای منافق را، والکفار، تمام کافرها را به چی وعده دادشان؟ نار جهنم. به چی؟ آتش دوزخ. چند روزک می باشیم باز چی میگه؟ خیر است یک چند روز می باشیم باز به جنت میریم. الله متعال میگه نه، خالدین فیها، همیشه در دوزخ می باشن. هی حسبهم، امی دوزخ کافی است برشان. ولعنهم الله، چرا؟ الله اینا را لعنت کرده، از نعمت خود اینا را طرد کرده. ولهم عذاب مقیم، بر از اینا عذاب همیشگی. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت.